در این بامداد زیبای تیرماهی این گرگ گرسنه و تنها به شکار دشمن شدید دهقانان در یک ناحیه کوهستانی در تاجیکستان می رود. به شکار خوک‌های یابایی که مردم ناحیه شمس‌الدین شاهین را به تنگ آوردند، روزانه دور از محل‌های اهالی نشین می‌چرند، شبانگاه به کشتزارهای دهقانان روستای دهی قاضی می‌روند، از جمله به کشتزار شریف نظیروف که نصفش تا کنون به خاک یکسان شده است. شریف نظروف نیم سال باز دور از خانه و سری پالیزش میخوابد چون رنج حمله خوک‌های یابایی را کشیده است. برای خوب میگفت برای خنچینه که یک شدم هیچ کدام میمونش مینتی یک ساله من میسوزم برای همون موزم هم میگم خوک‌ها در گذشته هم بیدادگری میکردند اما 2 سال اخیر زیادتر و گستاخ‌تر شدند. محدودیت در شکار خوک وحشی سبب افزایش این علف خواران شده است. اجازت که ندادن خوجاینو دیگه هیچ کارشو نکرد. یا بزنم مثل که سبزوات و این نرخت دیگر با نوارو بچه زیاد بکنم. یعنی بردم کشید یک سال دو بورانی میکنم. در جنگلزارهای ناحیه شمس‌الدین شاهین هزاران خوک وحشی سکونت دارند. مردم این روستاها از ترس خوک نمیگذارند که بچه‌هایشان دورتر از خانه و به دشت بروند. ترسشان بی‌دلیل نیست چون رحیم حمیدوف ساکن دهه خشک سنگابی ناحیه 1 سال است که رنج حمله خوک وحشی را میکشد. هنگام درو تصادفاً به جانور وحشی روبرو شد. ناقانی هجوم کرد، خیلی زد، میمون کردیم. پس سرم داد، این خوش سرم داد، پاهم زد، اما این دست پاهم کار نمیکنه یک طرف. با نظرداشت این همه بیدادگری مقامات اجازه دادند که شکار خوک‌های یابایی به محدودیت صورت بگیرد. مثلا خوک از همه در بسیارش دست که همه بعد از اومدگی سیزن شکارش زشتر شده باشه برای که وقتی خرج زدن آورده است در موسم اجازه دادن در منطقه 5237 خوک سوق کرده شده. از بس که مردم مسلمان تاجیکستان از خوردن گوشت خوک پرهیز میکنند، لغو محدودیت شکار هم نتیجه نداده است. طبیعت شناسان و دهقانان میگویند باز کردن راه سیاحان و شکارچیان خارجی به ناحیه ممکن است مشکل را حل کند. اجازه نامه برای شکار خوک وحشی تا $3000 است. نمیشه که همین با دیگر دولت ها شهرنامه بندن، هم فایده به دولت هم فایده به خلق که خلق ضرر نته. این همی خیلی مو مقصد ما همیه که هم فایده دولت برسه هم خلق ده همین کم شود.